راز پول. ذهن هر آنچه را بتواند تصور کند میتواند به دست آورد. کلیمنت استون. جک کانفیلد. راز مرا دگرگون کرد، زیرا من با پدر سخت منفی نگر بزرگ شدم. او باور داشت که هر کس پول دارد حتما سری کسی کلاه گذاشته، کسی را فریب میدهد. به این حساب با باوری‌های جوراجور درباره پول بزرگ شدم. فکر میکردم که پول داشتن چیزی بد است و تنها آدم‌های بد پول دارند. یکی از سخنان دوست داشتی پدرم این بود: فکر میکنی من کی هستم؟ راکفلر؟ همین طور کلان شدم که واقعا احساس میکردم زندگی دشوار است. تنها وقتی با کلیمنت استون ملاقات کردم زندگیم را تغییر دادم. وقتی با استون کار میکردم به من گفت میخواهم فکری بزرگ را به ذهنت راه بدهم، به طوری که وقتی به هدفت رسیدی در حیرت مانی و بدانی که اینها را از من آموخته ای. در آن زمان سال $8,000 درآمد داشتم. از این رو گفتم میخواهم سال $100,000 پیدا کنم. هیچ نمیدانستم که چگونه میتوانم این کار را بکنم. راه این کار را سراغ نداشتم، امکانات هم نداشتم. با این حال گفتم این را اعلام و باور میکنم. طور رفتار میکنم که گویا به خواستم رسیدم و این کار را کردم. یکی از توصیه‌های او به من این بود که همه روزه چشمانم را ببندم و در ذهن خود تصور کنم که به آنچه میخواستم رسیدم. من یک کاغذ $100,000 ساخته آن را به سقف چسبانده بودم. بنابراین هر روز صبح اولین چیزی که چشمانم میدید پول $100,000 بود. بعد چشمانم را میبستم و فکر میکردم که با این مقدار پول از چه سطح زندگی بهره‌مند خواهم شد. تا 30 روز هیچ اتفاقی نیفتاد. هیچ فکری سازنده و بزرگی به ذهنم نرسید. کسی به من پول پیشنهاد نکرد. بعد 4 هفته راهی پیدا کردن $100,000 به ذهنم رسید. کتاب نوشته بودم. با خود گفتم اگر بتوانم 400,000 جلد از این کتاب را بفروشم $100,000 به دست می آورم. کتاب حاضر بود، اما من هرگز به آن فکر نکرده بودم. هیچ نمیدانستم که چگونه ممکن است بتوانم 400,000 جلد کتاب بفروشم. در سوپرمارکت چشمم به مجله به نام نیشنل اینکوبر افتاد. این مجله را میلیون ها بار دیده بودم، اما از کنارش بی توجه می گذشتم. ناگهان به ذهنم رسید که اگر خوانندگان آن نشریه از کتاب من آگاهی پیدا کنند 400,000 نفر کتابم را می خواند. 6 هفته بعد در هانتر کالج نیویورک برای 600 معلم سخنرانی کردم. وقتی صحبتم تمام شد زنی به من مراجعه کرد و گفت صحبت‌هایتان عالی بود. میخواهم با شما مصاحبه کنم. اجازه بدهید کارتم را به شما بدهم. معلوم شد او برای نشریه نیشنل اینکوبر مقاله می نویسد. وقتی مصاحبه‌ام به چاپ رسید فروش کتابم ناگهان افزایش یافت. گپ در اینجاست که من همه این حادثه ها را به زندگی خودم جذب کرده بودم. خلاصه کلام این که در آن سال $100,000 درآمد به دست نیاوردم، $92,327 پیدا کردم. اما فکر میکنید افسرده شدم و گفتم که این روش ثمر نمیدهد؟ نه. بجای آن گفتم این روشی حیرت انگیز است. بعد زنم از من پرسید اگر این روش برای دریافت $100,000 مناسب است، فکر میکنم برای $1,000,000 هم اثر بخشی داشته باشد. در جوابش گفتم نمیدانم، اما میتوانیم امتحان کنیم. ناشری من تصمیم گرفت نسخه های اولین کتاب غذای روح را خریداری کند. برای این کار چک به مبلغ $1,000,000 برایم نوشت. داشتن راز و استفاده آگاهانه از این قانون در هر ساحه زندگی به کار می آید. چون این عمل برای هر چیزی که بخواهید آفرید وجود دارد. موضوع پول هم از این قاعده استثنا نیست. برای جذب کردن پول باید روی ثروت دقیق شوید. اگر به این توجه کنید که به اندازه کافی پول ندارید، غیر ممکن است بتوانید پولدار شوید. سببش این است که درباره چیزی فکر میکنید که از آن به اندازه کافی ندارید. وقتی درباره کم پولی فکر میکنید، تنها آنچه را ناکافی است به طرف خود جذب میکنید. برای اینکه پولدار شوید و فراوانی پول فکر کنید، باید به اندیشه‌های خود علامت نفی را خبرگزاری کنید. باید فکر کنید که بیش از مقدار کافی پول دارید. وانمود کنید بیش از حدی که میخواهید پول دارید
جالب اینجاست که با وانمود کردنی آن که پولدار هستید احساسی بهتره پیدا میکنه. فراوانی را جذب کنید. یگانه دلیل پول نداشتن بعضی ها این است که راهی به اندیشه های خود وارد شدن پول را میبندند. هر فکر و هر احساس منفی مانع آن می شود که آنچه خوب و خواستنی است به سوی شما سرازیر گردد. پول هم از این قاعده استثنا نیست. این طور نیست که عالم هستی پول را از شما دریغ کند، زیرا همین پولی که لازم دارید در جهان هستی به شکل دیده شونده وجود دارد. اگر به اندازه کافی پول ندارید، سببش این است که پیش راهی به سویتان آمدن پول را بسته اید. این کار را با اندیشه های خود انجام داده اید. وقتی به پول احتیاج دارید، احساس قدرتمندی درونی شما احتیاج است. بنابراین عالم هستی احتیاج به پول را به شما ارزانی می دارد. می توانم بر اساس تجربه خودم درباره پول حرف بزنم، زیرا قبل از آن که راز را کشف کنم، حسابدارانم به من گفتند که شرکتم آن سال ضرر زیاد داشته است و تا 3 ماه دیگر در آن بسته می شود. بعد از 10 سال فعالیت شرکتم از دستم رفته ایستاده بود و چون برای اداره این شرکت به پول احتیاج داشتم، وضع روز تا روز بدتر می شد. به نظر می رسید راه نجات وجود ندارد. بعد راز را کشف کردم و همین زندگیم از جمله موفقیت شرکتم دگرگون شد. زیرا طرز فکر کردنم را تغییر دادم. حالا به زیادی و فراوانی پول فکر می کردم. با تمام ذره های وجودم احساس می کردم که کائنات پول مورد نظرم را تأمین خواهد کرد. و همین اتفاق هم افتاد. کائنات به من راههای نشان داد که حتی تصورش را هم نمی کردم. البته در بعضی حالتها شبهه به سراغم می آمد، اما هر بار که این حال روی می داد، ذهنم را متوجه پولدار بودن و دارایی می کردم. به خاطر پولدار بودنم تشکر می کردم، به خرسندی می رسیدم و باور می کردم. می خواهم درباره راز حرفی به شما بزنم. راه میانبر برای رسیدن به هر خواسته در زندگی این است که در همین لحظه خوشحال باشد. این آسان ترین راه پولدار شدن و رسیدن به هر خواسته است که در زندگی دارید. روی موجی که به عالم هستی از خود می پراکنید دقت کنید. بگذارید شادی و خوشحالی باشد. وقتی این کار را می کنید، متقابلا شادی و نشاط را به خود جذب می کنید. قانون جذب اندیشه ها و احساسات شما را به خودتان بازگشت می دهند. روی موفقیت دقیق شوید. دکتر جو ویتل: می توانم فکری را که در سری بسیاری از مردم وجود دارد تصور کنم. چگونه می توانم پول قابل ملاحظه را به زندگیم سرازیر کنم؟ چگونه می توانم پولهای کاغذی بیشتری داشته باشم؟ چگونه می توانم به ثروت و موفقیت بیشتری برسم؟ این برمیگردد به چیزهایی که در کل راز به آنها اشاره کرده ایم. کار شما این است که با مراجعه به کتالوگ عالم هستی آنچه را می خواهید سفارش بدهید. دوست می دارم در 30 روز آینده $2500 پول غیر منتظره به دست برسد. خواستتان هر چی هست باید برایتان باور کردنی باشد. اگر در گذشته فکر کردید که تنها از طریق شغلتان می توانید پول به دست آورید، بهتر است این فکر را زود از سرتان دور کنید. این گونه فکرها کار برایتان صورت نمی دهد. حالا به این نتیجه می رسید که دارایی برای شما وجود دارد. کار شما این نیست که بدانید این پول چگونه به شما می رسد. کار شما این است که می خواهید پولدار شوید. باور کنید که پولدار می شوید و در آن لحظه از آن خوشنود باشید. جزئیات کار را و این را که چگونه پولدار می شوید به عالم هستی بسپارید. باب پروکتور: اکثر اشخاص می خواهند از قرضداری نجات پیدا کنند. این شما را برای همیشه قرضدار نگاه می دارد. شما به هر چی فکر کنید همان را جذب می کنید. ممکن است بگویید اما من می گویم می خواهم از قرض نجات پیدا کنم. مهم نیست که می خواهید نجات پیدا بکنید یا نکنید. اگر به قرض فکر کنید قرض را جذب خود می کنید. برنامه برای پرداخت قرضهای خود تهیه کنید و بعد به پولدار شدن فکر کنید. وقتی قرضهای دارید که نمیدونید چگونه میخواهید آنها را بپردازید، روی این دقیق نشوید، زیرا با این کار قرض بیشتری را جذب میکنید. باید راه پیدا کنید که با موفقیت و پولدار شدن فکر کنید. باید راه برای رسیدن به احساس خوب پیدا کنید تا آنچه را خوب است نصیب خود کنید. جیمز رای: بارها شده است که اشخاص به من میگویند
میخواهم در سال آینده درآمدم را 2 برابر کنم. اما وقتی به کردار و رفتارشان دقیق میشوید میبینید کاری را که باید انجام بدهند انجام نمیدهند. آنها به خودشان میگویند از عهده این کار بر نمی آیم و همون طور که میدانند عالم هستی به آنها میگوید فرمان بردارم ارباب. اگر جمله از عهده‌اش نمی برایم از میان لبانتان خارج شده باشد، باید همین حالا نظرتان را تغییر دهید و جای آن بگوید از عهده‌اش می برایم، می توانم این را بخرم. این حرفا را بارها و بارها تکرار کنید. مثل طوطی در 30 روزی آینده به هر چی رسیدید بگوید از عهده تهیه آن می برایم. وقتی به لباسی که دوست می دارید برخورد می کنید بگوید از عهده خرید آن می برایم. این گونه خودتان را باور می کنید که از عهده تهیه آن می براید. در این صورت تصویرهای زندگیتان تغییر می کند. لیزا نیکولز. وقتی به کمبود فکر می کنید، وقتی به آنچه ندارید می اندیشید، وقتی این گونه با اعضای خانواده و دوستانتان حرف می زنید، وقتی به فرزندانتان می گویید که به اندازه کافی پول ندارید، پول کافی برای خرید آن را نداریم، نمی توانیم از عهده تهیه‌اش برایم، هرگز از عهده خرید آن نخواهید برآمد، زیرا می خواهید آنچه را ندارید به خود جذب کنید. اگر خواهان دارایی هستید، اگر خواهان موفقیت هستید، به ثروت بیاندیشید، روی موفقیت دقیق شوید و آن جوهر معنوی که همین ثروت‌های معنوی از آن سرچشمه می‌گیرد هرگز تمام نمی‌شود. در تمام حالت‌ها با شما و نسبت به باوری که به آن دارید واکنشی مثبت نشان می‌دهید. حالا که راز را می‌شناسید، وقتی کسی را که ثروتمند است می‌بینید متوجه می‌شوید که فکر و اندیشه اساسی او دارایی و سرشاری است، نه کمبود و کاستی. ثروتمندان ثروت را به سوی خود جذب کرده‌اند، خواه این کار آگاهانه صورت گرفته باشد و خواه ناآگاهانه. ثروتمندان به ثروت فکر کردند و عالم هستی این ثروت را به آنها داد. ثروتی را که آنها دارند شما هم دارید. یگانه فرق میان شما و آنها در این است که آنها چنان اندیشیدند که ثروت را نصیبشان کرد. ثروت شما به شکلی به چشم ناعیان انتظارتان را میکشد. برای واقعی کردن آن به ثروت بیاندیشید. دیوید شیرمیر. وقتی راز را آموختم، همه روز رسیدی پرداختی با پشتم برایم می رسید. از خود پرسیدم چگونه می توانم این وضع را تغییر بدهم؟ قانون جذب می گوید روی هر چی دقت کنید آن را می گیرید. از این رو صورت حساب موجودم را از بانک گرفتم. مبلغ کل موجودم را گرفتم و با جای آن رقمی را که دوست می داشتم در حسابم داشته باشم نوشتم. بعد تصور کردم که چک‌های سرشمار به پشته ها برایم فرستاده می شود. در مدت 1 ماه وضعم تغییر کرد. براستی که حیرت انگیز بود. این روزها هر چی از پشته دریافت می کنم چک است. البته رسیدی پرداختی هم دریافت می کنم، اما میزان دریافت چک به مراتب بیشتر است. از زمان به اکران برآمدن فیلم راز صدها نامه از اشخاص دریافت کردیم که در آنها نوشته‌اند از طریق پشته چک‌های بیشمار دریافت کرده‌اند. این کار با توجه کردن به حکایت دیوید برایشان حاصل شده است. من بازی را ترتیب دادم که تحت تأثیر آن توجه هم از انبوه رسیدی پرداختی به سوی توجه به چک‌ها مائل می شود. وقتی سری پکت را باز می کنم با خوشحالی فریاد می کنم باز هم پولی بیشتر برای من. رسیدی پرداختی را چک در نظر می گیرم و 1 صفر پیش آنها اضافه می کنم. در دفترچه هم کنار هر وجه کلمه های شکر می کنم را می نویسم. به خاطر دریافت کردن آنها احساس حق شناسی می کنم تا حدی که اشک در چشمانم حلقه می زند. بعد این رسیدی پرداختی را که نسبت به آنچه دریافت کرده ام بسیار کمتر به نظر می رسد می پردازم. هرگز به این احساس که درونی پکت برایم چک گذاشتن نامه هایم را باز نمی کنم. اگر پکت را قبل از باور کناندن خودم به این که درونی آن چک است باز کنم احساس می کنم رسیدی پرداختی بیشتری برایم رسیده است. این روش به من کمک کرد و توانستم چک های بیشتری دریافت کنم. لورال لانگمیر، کارشناس مالی، سخنران، مشاوری شخصی و شرکتی. در سن نورسی دائم به من می گفتند برای پول در آوردن باید زحمتی فراوان بکشم. من این عباره را با پول آسان
و زیاد به دست می آید عوض کردم. در اول کار به نظرم می رسید که دروغ است، نه؟ بخشی از مغز شما می گوید تو دروغگویی، پول در آوردن دشوار است. این توبی نیستی است که تا مدتی در زمین رفت و آمد می کند. اگر اندیشید که برای پول در آوردن باید خیلی تلاش کنم، این فکر را زود از ذهن خود دور کنید. این اندیشه شما را در حالتی قرار می دهد که با آسانی کسب درآمد نکنید. به توصیه لورال لانگمید توجه کنید. بجای آن از عبارت پول آسان و زیاد به دست می آید استفاده کنید. دیوید شیرمیر: در آفریدن ثروت ذهنیت شماست، چیزی است که باید به آن فکر کنید. لورال لانگمیر: باید بگویم 80% مصلحت‌های من به اشخاص درباره روانشناسی و طرز فکر کردن است. وقتی آنها میگویند شما میتوانید این کار را بکنید اما من نمیتوانم، میدانم که آنها میتوانند ارتباط درونی و طرز صحبت خود در مورد پول را تغییر بدهند. خوشخبری خوش این است که در همان لحظه که به این نتیجه برسید که آنچه میدانید مهمتر از آن چیزی است که باور کردنش را به شما آموزش داده‌اند، در راه رسیدن به دارایی به حرکت می‌درآیید. موفقیت به درون علاقمند است، با بیرون ربطی ندارد. رالف ولادیمیرسون: اگر پولی بیشتری می‌خواهید باید نسبت به پول احساس خوبی داشته باشید. کاملا قابل درک است که اشخاص وقتی به اندازه کافی پول ندارند نسبت به آن احساس خوبی پیدا نمی‌کنند، زیرا به اندازه کافی پول ندارند. اما این احساسات منفی درباره پول مانع آن می شود که به دست شما برسد. باید این چرخه را باز دارید و این زمان روی می دهد که درباره پول به احساس بهتری برسید. باید به خاطر پولی که دارید سپاسگزار باشید. با خود بگویید بیش از حد کافی پول دارم، پول فراوان است و به سوی من در حرکت است. من جذب کننده پول هستم، من همه روز پول دریافت میکنم. سپاسگزارم. پول بدهید تا پول به دست بیاورید. پول دادن روشی تأثیر بخش و قدرتمند برای پول به دست آوردن است، زیرا وقتی پول میدهید در اصل میگیرید. من پولی فراوان دارم. شاید برایتان جالب باشد که ثروتمندترین مردم جهان انسان دوستان بزرگی هستند. آنها پول کلانی را صرف کارهای بشردوستانه میکنند و چون پول میدهند طبق قانون جذب عالم هستی بر رویشان گشاده می شود و مبلغ‌های هنگفتی پول به دستشان می رسد. اگر فکر میکنید پولی زیادی ندارم که بدهم، بدانید که کار را به دست خودتان از دست میدهید. اکنون میدانید که چرا به اندازه کافی پول ندارید. وقتی فکر میکنید که پولی کافی ندارید بیشتر خرج کنید. قانون جذب باید به شما پولی بیشتری بدهد تا بتوانید بیشتر خرج کنید. جیمز رای: آدم‌های زیادی را می‌شناسم که پولی هنگفته به دست می‌آورند اما روابطشان بسیار بد است. این ثروت نیست. ممکن است به دنبال پول بروید و پولدار شوید، اما این یاری نمی‌کند که ثروتمند باشید. نمی‌گویم که پول بخشی از ثروت نیست، 100% هست، اما تنها بخشی از آن است. از سوی دیگر به اشخاص معنوی برمیخورم که بیمار و روح شکسته هستند. این هم ثروت نیست. زندگی باید سرشار باشد در همه زمینه‌ها. اگر شما را چنان تربیت کردند که فکر میکنید ثروتمند بودن معنوی نیست، بدونید که در اشتباهید. میتوانید کتاب‌های کاترین پوندر درباره میلیونرهای کتاب مقدس را بخوانید. میفهمید که همه بزرگان کتاب مقدس به دست آوردن ثروت را توصیه کردند و خود پولدارهای بزرگی بودند. موفق و پولدار شدن حق مادرزادی شماست. کلید رسیدن به دارایی در اختیار شماست. شما شایسته آنید که چیزهای خوبی زندگی را داشته باشید. عالمی هستی خواسته های شما را برآورده می سازد، اما کلید در اختیار شماست. این کلید افکار و احساسات شماست. شما در تمام عمر خود این کلید را در دست دارید. مرسی شیموف: بسیاری از نمایندگان فرهنگ غربی خواهان دستیابی به موفقیت هستند. خانه‌های بزرگ و کسب و کار پر رونق می‌خواهند. همه چیزهای دنیوی را می‌خواهند، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد داشتن این چیزهای دنیوی به معنای رسیدن به خوشبختی نیست. دنبال مادیات دنیوی می‌رویم، اما به خوشبختی نمی‌رسیم. باید طلبکار شادی درونی باشیم. به آرامش درون فکر کنید.
ابتدا به درون فکر کنید تا آنچه بیرونی است از راه برسد. آنچه می‌خواهید موضوع درونی است. دنیای بیرون نتیجه است. نتیجه اندیشه است. اندیشه و احساس و لرزش‌های خود را روی خوشبختی متمرکز کنید. احساس خوشبختی از خود پراکنید و آن را به جهان هستی بدهید. این گونه بهشت را روی زمین تجربه می‌کنید. خلاصه راز: برای جذب پول به ثروت توجه کنید. وقتی به نبود پول و ثروت فکر می‌کنید، نمی‌توانید آن را به زندگی خود راه دهید. از تصور خود استفاده کنید، وانمود کنید که به خواسته های خود رسیده اید و پولی را که می‌خواهید به دست آورده اید. احساس شادی کردن در لحظه های حال آسان ترین راه سرازیر کردن پول به زندگی است. عادت کنید که به هر چی نگاه می‌کنید بگویید از عهده تهیه آن می‌برایم، می‌توانم آن را بخرم. این گونه درباره پول احساسی بهتری به دست می‌آورید. برای اینکه پولی بیشتری به دست آورید، پولی بیشتری خرج کنید. وقتی در برخورد با پول سخاوت داشته باشید، به احساس بهتری می‌رسید. تصور کنید که چک‌های بسیاری به سویتان در حرکت است. به ثروت بیاندیشید. راز رابطه‌ها. میری دایموند، مشاوری فنگ شوی، معلم و سخنران. فنگ شوی به معنای باد و آب است. یک فلسفه و فن باستانی در چین است. راز به این معنی است که ما آفرنده عالم هستی خود هستیم و هر آرزویی که می‌خواهیم آفریم در زندگیمون جلوه‌گر می‌شود. بنابراین آرزوها، اندیشه‌ها و احساسات ما بسیار مهم هستند، زیرا جلوه‌گر می‌شوند. ممکن است ندانیم که چی افکار در سر داریم، اما با نگاه به کارهایی که کرده ایم می‌توانیم متوجه شویم چی فکری در سر داشته ایم. وقتی می‌خواهید چیزی را به زندگی خود جذب کنید، دقت کنید که عملتان با خواسته‌تان ضدیت نداشته باشد. مایکل دولی، یکی از معلمانی که در فیلم راز ظاهر شد، در یکی از نوارهای آموزشیش به خوبی به این نکته اشاره کرده است. ماجرا درباره زنی است که می‌خواست همسری بیکم و کاسته پیدا کند. همین کارها را به درستی انجام داده بود. می‌دانست که می‌خواهد همسرش چه شکل و شمایلی داشته باشد. فهرستی مفصلی از خصوصیت‌های او تهیه کرده بود، اما به عکس همین آنها هیچ نشانه‌ای از او پیدا نمی‌کرد. تا اینکه روزی وقتی اتومبیلش را در توقفگاه خانه‌اش می‌گذاشت، متوجه شد که عمل‌ها و رفتارش با آرزویش همخوانی ندارد. متوجه شد که اتومبیلش را در بین توقفگاه گذاشته است. بنابراین جایی برای اینکه همسری بیکم و کاستش اتومبیل خود را گذارد وجود نداشت. از این رو فوراً توقفگاه خانه‌اش را مرتب کرد و اتومبیلش را در سمت گذاشت تا همسری دلخواهش اگر از راه رسید بتواند در سمت دیگری گذارد. بعد وقتی به حجره‌اش رفت، متوجه شد که شیفنیر لباسش به قدر پر از لباس است که جایی برای اینکه همسری آینده‌اش لباسهای خود را در آن آویزان کند وجود ندارد. بنابراین تصمیم گرفت برخی از لباسهایش را از شیفنیر برآورد تا جای باز شود. این زن این ماجرا را برای مایکل دولی حکایه کرد و شرح داد که اندکی بعد مرد دلخواهش را پیدا کرد. مثال دیگری که میتوانم به آن اشاره کنم حکایت خواهرم گیلاندا است. او مدیر استیصال فیلم راز بود. در استرالیا زندگی و کار میکرد. میخواست به امریکا بیاید و در اداره من کار کند. گیلاندا راز را خوب میشناخت. بنابراین همه اقدامات لازم را برای این کوچیدن انجام داده بود. اما ماها گذشت او همچنان در استرالیا بود. گیلاندا وقتی به کردار و رفتارش دقت کرد، دید آنطور که لازم بوده وانمود نکرده است. از این رو دست به اقدامهای جدی و قدرتمند زد. برای سفرش همه کارهای لازم را کرد. عضویت خود در نهادهای مختلف را بیکار کرد و چمدانهایش را برون کشید و انجامش را دستبندی کرد. 4 هفته بعد گیلاندا در امریکا در دفتر ما کار میکرد. با آنچه طلب کرده اید فکر کنید و باور کنید که کردار و رفتارتان با آنچه انتظار دارید هماهنگی دارد. طوری رفتار کنید که گویا به خواسته هایتان رسیده اید. شرایط را برای برآورده ساختن خواسته هایتان فراهم سازید. این گونه می توانید به خواسته های خود برسید.